به نام خدا و درود خدا بر همه شما. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. اومدیم با یک چی بشنویم دیگه و امروز این رو میشنویم که عده یومی سرسری تو رو چش من دید، زیر چشی خندید، خب دلمم لرزید. نمیدونم واسه این دل پر توقمه یا توهمه، ولی حسم عجیبه و پام رو پام بند نیست. خدا با یه کاری بکن که قلب من آشوبه، یه چیزی تو قلب من ای صبح تا شب میکوبه. بکرم دلم سنگ شده، پس چرا بازم تنگ شده؟ خدا بیا که سر تو شهر جنگ شده. ذره 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 اون فقط واسه من یه نفره. نمیدونم چی کار کنم، بکش اصلا نمیپره. من موندم و حال بدم، صد قید دنیا رو زدم. ببخش اگه فقط همینو بلدم. خب شنیدیم صدای آشوان عزیز رو. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینجا کانال چی بشنویمه. ما هر روز ساعت 16 یک آهنگ جدید رو معرفی میکنیم. امیدوارم با این آهنگ ها خاطره سازی کنید و حالتون خوب باشه. تا آهنگ دیگر، خدایا رو نگهدارتون.